امروز اول ژانویه 2025 یا همون اول اجاک 2025 هستش و لازم دونستم که یک ویدیوی جدید در مورد قوانین شهروندی، مهاجرتی و اقامتی ترکیه براتون بگیرم چون خیلی تغییرات اتفاق افتاده. سلام، من سما هستم. اگه هنوز منو سابسکرایب نکردین لطفا این کار رو انجام بدین و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. خب همونطور که میدونید هر ایرانی از هر 180 روز 90 روز رو اجازه داره توی خاک ترکیه باشه بدون ویزا و بدون هیچ مشکلی و بدون اینکه حتی نیاز به گرفتن اقامت داشته باشه. یعنی میتونه 3 ماه اینجا بمونه، 3 ماه ایران، دوباره 3 ماه اینجا، 3 ماه ایران، تو هر 6 ماه 3 ماه میتونه اینجا باشه. ولی اگه بخواد که بیشتر بمونه اون وقت باید برای گرفتن اقامت اقدام بکنه. خب ترکیه هم مثل تمام کشورهای دنیا قوانین مهاجرتی و اقامتی خودش رو داره و برای مقابل احترامه. از میون تمام قوانین اقامتی 3 تاش که برای آدمای عادی آسون تره و حالا تا حدودی قابل گرفتن و دسترسی تره رو میخوام بهتون بگم. اولیش اقامت دانشجویی هستش که خب همونطور که میدونین با گرفتن پذیرش تو یکی از دانشگاه دولتی و یا خصوصی شما دانشجو میشین و اقامت دانشجویی اینجا دارین. حالا ممکنه بگید که من ازم سن و سالی گذشته دیگه اصلا نمیتونم درس بخونم چون اقامت دانشجویی به اون صورت سوری که فکر میکنیم نیستش. باید حضور تو کلاس ها وجود داشته باشه و اگه حضور نداشته باشین حذف میشین. برای تمدید اقامت دانشجویی ارائه ریزنمرات به اداره مهاجرت مهمه، بنابراین به صورت سوری نمیشه متاسفانه. راه دوم، ای خانم یا آقایی که میگی از من گذشته دیگه برم دانشگاه درس بخونم، ولم کن بابا، سن و سالی ازم گذشته. خب راه دوم اینه که توی اون 3 ماهی که توی ترکیه ویزا دارید به عنوان یک ایرانی و میخواید که اقدام بکنید برای گرفتن اقامت، دنبال یک همسر خوب باشید، شوهر و یا زن خوب پیدا بکنید و با یک ترک ازدواج بکنید. در این نوع از اقامت شما از زمانی که عقد میکنید و حالا به قول ترکا نیکاه انجام میشه، شما خب اقامت ترکیه رو میگیرید ولی اقامت به صورت اقامت خانواده میگیرید، ولی 3 سال باید در عقد یک ترک باشید. بعد از 3 سال اقدام بکنید برای گرفتن شهروندی ترکیه که اون هم پروسش 1 سال 1 سال و نیم طول میکشه و در نهایت میتونید که شهروندی ترکیه رو بگیرید. اما تو این مورد هم بازم اون ازدواج سوری که اون گوشه ذهنت هستش جواب نمیده، چون توی این 3 سال به تعداد خیلی زیاد مامورهای پلیس میان به خونه‌تون مراجعه میکنن برای اینکه مطمئن بشن شما دارین با هم زندگی میکنین و این ازدواج سوری نیستش. حالا شاید بگی من نه سن و سالم به درس خوندن میخوره و اصلا نه حال و حوصله‌شو دارم، نه اصلا میخوام ازدواج بکنم، اون وقت حالت سوم رو میتونی بهش فکر بکنی. حالت سوم که در دسترس ترین حالت برای ما ایرانی ها هستش، اقامت روی خرید ملک است که شما ملکی با ارزش حداقل $200,000 آمریکا پیدا میکنین تا بتونید روی اون اقامت بگیرید. فقط این ملک باید یک سری شرایط خاص داشته باشه که خیلی مهمه، لطفاً حواستون به اینا خیلی باشه. یکی این که این ملک باید تکمیل شده و آماده سکونت باشه، یعنی این پروژه های در حال ساخت و کلا ملک هایی که هنوز پایان کار ندارن مناسب گرفتن اقامت نیستن، یعنی باید پایان کارش صادر شده باشه. دومی این که این ملک نباید توی مناطق ممنوعه باشه. کامران قبلا یه ویدیو داشت که اینجا براتون لینکشو میذارم در مورد اینکه ملک هایی که تو مناطق ممنوعه هستن نمیتونن اقامت بگیرن. و بعدی اینکه باید توی سندتون مسکن، کلمه مسکن ذکر شده باشه. یعنی چی؟ یعنی باید ملکتون مسکونی باشه، یعنی شما روی سند زمین و یا ملک تجاری نمیتونید اقامت بگیرید. یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه هم در مورد این نوع از اقامت وجود داره که مبلغی که شما پرداخت میکنید بابت خونه و مبلغی که از طریق سیستم بانکی به حساب فروشنده واریز میشه معیاره. مبلغی که توی سند خورده و مبلغی که واریز شده به حساب فروشنده معیاره. یعنی اینکه اون
مبلغی که تو سند خورده با مبلغی که شما پرداخت میکنید باید یکی باشه. خب اینجا یه راه در روی کوچولو داره که شما یه ملکی رو ارزونتر بخرین و توی سند بالاتر بزنید این قیمت رو، که من پیشنهادش نمیکنم. نکته بعد در مورد باز این نوع از اقامت اینه که اسم تک تک اعضای خانواده، پدر، مادر و فرزندان زیر 18 سال خیلی 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 بهتره که توی سند ثبت بشه. چرا میگم خیلی خیلی بهتره؟ چون ممکنه خیلی از شما الان بگین که ما اسم همه اعضای خانواده رو ثبت نکردیم و هممون هم اقامت داریم. درسته، میتونید همتون اقامت بگیرید، ولی به اون شخصی که اسمش ثبت شده 2 ساله اقامت میدن، یعنی اقامت‌های 2 ساله هم داده میشه، ولی به بقیه افراد خانواده اقامت‌های 1 ساله توریستی داده میشه که خب با رعایت یه سری شرایط و با گرفتن یه سری مدارک مثل سوء پیشینه از ایران و حالا یه سری مدارک دیگه، شما میتونید اقامت خانواده برای بقیه افرادی که اسمشون تو سند نیست بگیرید، که خب خیلی پیشنهاد نمیشه. از اول بهتره که اسم تک تک اعضای خانواده زیر 18 سال، تاکید میکنم زیر 18 سال، چرا؟ چون بهتون دلیلشو میگم، توی سند باشه. چرا میگم زیر 18 سال؟ برای اینکه اگر اسم فرزندان بالای 18 سالتون توی سند باشه، متاسفانه نه تنها بهتون اقامت نمیدن، بلکه مجبورتون میکنن که اسم فرزندان بالای 18 سالتون از سند بکشید بیرون و این خودش یه هزینه خیلی زیادی داره. یعنی انگار که از اول دارید سند میزنید، باید برید ثبت اسناد و دوباره تمام اون مراحل سند زدن و همه هزینه ها رو دوباره انجام بدین که فقط اون اسم رو از سند در بیارید. پس از اول نذارید لطفاً، چون به فرزندان بالای 18 سال شما اقامت داده نمیشه روی ملکی که شما خریدین و اگه میخواین که برای اونا اقامت بگیرین باید یک ملک جداگونه به نام اونا با اسم اونا توی سند باشه تا بتونن اونها اقامت بگیرن. خب حالا ممکنه بگی که سما من نمیخوام درس بخونم، نه اصلا دلم میخواد شوهر کنم یا مثلا زن بگیرم یا اصلا پول دارم که خونه بخرم، خب بعد چی کار کنم؟ یا مثلا خیلیاتون به من میگین که چرا میگی که اقامت ترکیه سخته؟ الان کلی از این شرکت‌های مخصوصا کاریابی هستن که میگن بیا بهت کار میدیم با نمیدونم جای خواب فلان و اینا، بیا اینجا فقط برای ما کار بکن. خب این وارد مقوله اقامت کاری میشه. اقامت کاری به چه صورتیه؟ شما زمانی که از داخل خاک ترکیه میخواین برای اقامت کاری اقدام بکنید، باید اقامت حداقل 6 ماهه، یعنی کارت اقامت حداقل 6 ماهه ترکیه رو داشته باشید، به اضافه حالا مدارک دیگه‌ای که طبق شغل شما و طبق اون کاری که دارید براش اقدام میکنید نیازه، یعنی اون دیگه به تخصصتون ربط داره. مثلا برای من معلم مدارکی که نیاز دارم با یک پزشک مسلما یکی نیست. اون مدارک به اضافه کارت اقامت حداقل 6 ماهه ترکیه رو شما ضمیمه بکنید و روش برای شما، برای یعنی کارفرماتون برای گرفتن اقامت کاری اقدام بکنه. حالا میگی سما این چه وضعشه؟ خب من اون 6 ماهه رو اگه داشتم که دیگه دنبال اجازه کار نبودم که. شما یا به یکی از اون 3 طریقی که گفتم، تحصیلی و یا ازدواج و یا خرید ملک، اون اقامت 6 ماهه رو میگیرین و بعد اونو تبدیل به کاری میکنید، و یا اگه هیچ کدوم از اینا نیست، چون میدونین واقعا اینو درک میکنم، خیلی قضیه مرغ و تخم مرغه، یعنی میگه اول این باید باشه بعد اون باشه، اگه اون نباشه این نمیشه، یه چیز خیلی پیچیده ایه. یه روش هم وجود داره که شخصا من خیلی نتیجه ندیدم از این، ولی خب به امتحانش میارزه. اینه که از داخل خاک ایران اقدام میکنید، یک شرکت و یک محل کاری که مایل برای شما اقامت کاری بگیره رو پیدا میکنین، اونا اقدام میکنن، تقاضاشون رو به سفارت میفرستن، شما از طریق سفارت ترکیه در ایران میرید اونجا، اجازه کارتون از اونجا صادر میشه، تمام کاراتون رو اونجا میکنید و شما با داشتن اجازه کار تو دستتون وارد خاک ترکیه میشید. اینم یه مدل دیگه‌شه که نمیگم احتمالش 0، ولی شاید زیر 5% باشه. مثلا تو مدرسه خود ما که نزدیک به 500 پرسنل داره، که از این 500 تا شاید نزدیک به مثلا 100 تاشون شاید کمتر، مثلا 70-80 تاشون خارجی هستن. من دیدم که این کار رو چند بار برای آمریکایی ها انجام دادن، یعنی از آمریکا با اجازه کار طرف وارد شده، ولی تا الان برای ایرانی ها ندیدم که انجام بدن. دوست عزیزم، یه چیز خیلی خواهرانه میخوام بهتون بگم. هر جایی آگهی پاشو بیا کار با جای خواب
با حقوق فلان قدر بهت میدیم دیدید، 2 تا پا دارید، 2 تا هم قرض کنید، منم 2 تا بهتون قرض میدم، فرار کنید. چون اون جز کلاهبرداری چیز دیگه نمیتونه باشه. یه همچین چیزی امکان نداره. لطفاً خواهش میکنم توی دام اینجور آدما نیفتین. چون میاین بعد از 3 ماه میگن تو پروسه اجازه کار گرفتن این برات، حالا به صورت سوری سری مدارکم شاید ازتون بگیرن و بعد از 3 ماه که شما ویزای کاریتون تموم میشه متاسفانه عذرتون رو میخوان و تو اون 3 ماه فقط براشون کار کردید. شاید حتی حقوقتون رو هم پرداخت نکنن، شاید مثلا ماه اول رو پرداخت بکنن برای اینکه پاگیرتون کنن و بعد ماهای بعد رو پرداخت نکنن و فقط شما میمونید و 3 ماه زمان از دست رفتتون. لطفاً باورشون نکنید. یه راه دیگه گرفتن اقامت کاری از داخل خاک ترکیه اینه که شما ثبت شرکت بکنید که خب اونم شرایط خاص خودشو داره. اول اینکه باید شرکتتون لیمیتد باشه. دوم بهتون 6 ماه زمان میدن که توی اون 6 ماه شما وقت دارین که 5 تا ترک رو استخدام و بیمه بکنین تا بتونید برای 1 نفر که یعنی خود همون صاحب شرکت هست اجازه کار بگیرید. و سوم اینکه باید سرمایه شرکتتون حداقل $100,000 باشه. خب در مورد دردسرهای شرکت لیمیتد توی ترکیه نگم بهتره چون خیلی دردسر داره و نظر ناچیزانه من اینه که اگر واقعا قصد راه اندازی کسب و کار توی ترکیه ندارید و فقط برای گرفتن اقامت و اجازه کار دارید این کار رو میکنین، یعنی منظورم ثبت شرکت، نکنید این کار رو چون به دردسرش واقعا نمیارزه. یه ویدیو دارم کامل در مورد قوانین جدید اجازه کار توی ترکیه که لینکش اینجا براتون میذارم. خیلی ویدیو خوبیه، پیشنهاد میکنم حتما اون رو ببینید. نوبتی هم باشه نوبت صحبت در مورد شهروندی ترکیه است. بریم در مورد شهروندی صحبت کنیم. خب اولین و معروف ترین راه گرفتن شهروندی چیه؟ ازدواجی که در موردش گفتم بهتون. باید 3 سال در نکاح یک ترک در عقد یک ترک بمونید تا بعد از اون تازه اقدام بکنید و اونم یه پروسه 1 سال 1 سال نیمه داره. اینم بهتون بگم بعد از 3 سال هم توی پاسپورت ترکیه تو دستتون نیست. این شد اولیش. دومی و بازم جز یکی از معروف ترین ها خرید اموال غیر منقوله به ارزش حداقل $400,000 آمریکا که خب تو این حالت میتونه هر چیزی، هر ملکی باشه. مثلا میتونه زمین باشه، میتونه تجاری باشه، مغازه باشه، خونه باشه و یا حتی میتونه پایانکار داشته باشه، میتونه در حال ساخت باشه، پایانکار نداشته باشه. فقط چیزی که مهمه اینه که توی سند جمع تمام این اموالی که خریدین $400,000 آمریکا باشه. خب توی این حالت 2-3 ماه پاسپورت توی دستتونه. فقط تا 3 سال نمیتونید این ملک و یا املاک رو بفروشید. 3 سال باید به نام خودتون باشه. تو این مدل شهروندی یه نکته خیلی مهمی وجود داره، اینه که قبلا هیچ خارجی روی اون ملک نباید شهروندی گرفته باشه. یعنی این یکی از شروطشه. و بعدی این که اگر اسم هر دو، مثلا زن و شوهر میخوان شهروندی بگیرن، اگه اسم هر دوتون توی سند باشه فقط سهم یکیتون در اون پروسه شهروندی حساب میشه. این هم در نظر داشته باشین. و طبق قانونی که اخیراً اعلام کردن این مبلغ باید $400,000 آمریکا که باشه، اینو گفتم بهتون. ولی اینا یه نماینده‌ای میفرستن، مثل کارشناس ما بهش میگیم، کارشناسی میفرستن برای ارزیابی قیمت ملک که بهش میگیم اکسپرتیز. این اکسپرتیز میتونه تا 25% کمتر از اون $400,000 باشه. یعنی حالا اکسپرتیز اگه مثلا یکم کمترم تشخیص داد تا 25% کمترم تشخیص داد بازم اوکیه و اون $400,000 که توی سند میخوره ملاکه. در مورد سرمایه گذاری و بازدهی سرمایه توی ترکیه یه ویدیو مفصل دارم که براتون لینکش رو اینجا میذارم، اونم ببینید حتما. سومین راه گرفتن شهروندی اینه که $500,000 توی بانک پسنداز بکنید که خب اصولا کسی این کار نمیکنه، چون هم خونه مبلغش کمتره و هم بازدهیش بیشتره، یعنی سرمایه‌تون هم بیشتر میشه و چند برابر میشه. راه بعدی اینه که یک شرکت ثبت بکنید و 50 ترک رو استخدام و بیمه بکنید. در این صورت هم میتونید شهروندی ترکیه رو بگیرید.
پنجمین راه گرفتن اقامت ترکیه اینه که شما 5 سال، حداقل 5 سال توی خاک ترکیه به یکی از روش‌هایی که الان میگم اقامت داشته باشید بدون وقفه و بدون قطع شدن و از این 5 سال بیشتر از 1 سالش رو خارج از خاک ترکیه نبوده باشید که در این صورت هم میتونید برای گرفتن شهروندی اقدام بکنید. خب چه اقامت های شامل این قانون میشن؟ اقامت خانواده یا همون عائله، اقامت روی ملک و اقامت کاری. اقامت دانشجویی و توریستی متاسفانه جز این قانون حساب نمیشن، ولی در یه حالتی که شما دانشجویی و قبل از تموم شدن دوره 4 ساله کارشناسیت، یعنی قبل اینکه اون تموم بشه، قبل اینکه اینجا یه وقفه ایجاد بشه، شما میای یه ملکی میخری و یا مثلا یه کار اجازه کارداری پیدا میکنی، یعنی اقامت کاری میگیری، یعنی از روی اقامت دانشجویی شیفت میکنی روی اون یکی اقامت بدون وقفه. در این صورت اقامت دانشجویی شما در پروسه شهروندیتون محسوب خواهد شد، ولی اقامت توریستی متاسفانه به هیچ عنوان تو این پروسه حساب نمیشه. یادتونه که اون قبلتر یه نکته رو در مورد اقامت ملکی گفتم که مثلا تمام ملک، تمام خونه به نام یکی از افراد خانواده است. مثلا فرض کنیم پدر خانواده، ملک به نام پدر خانواده است. بعد از 5 سال پدر خانواده میتونه برای شهروندی اقدام بکنه که البته پروسه شهروندی یک پروسه بین 1 تا 2 سال طول میکشه. در خوشبینانه ترین حالتش مثلا 1 سال و نیم طول میکشه و تا 2 سال هم گزارش شده که طول کشیده. بعد از این پروسه پدر خانواده میتونه شهروندی ترکیه رو بگیره. ولی چه اتفاقی برای بقیه اعضای خانواده میفته؟ فرزندان زیر 18 سال به همراه پدر میتونن شهروندی رو بگیرن. مادر خانواده که تا الان همیشه اقامتش توریستی بوده، خب نمیتونه بلافاصله شهروندی رو بگیره، میشه همسر یک ترک و میشه چی؟ طبق اون قانونی که قبلا گفتم باید 3 سال در عقد این ترک باقی بمونه و تازه بعد از 3 سال میتونه برای شهروندی اقدام بکنه. یعنی مادر خانواده با یک اختلاف حدود 4 سال، 4 سال و نیمه میتونه شهروندی ترکیه رو بگیره. توی این مدل شهروندی آخری که گفتم بعد 5 سال، بیشترین مدل اقامتی که احتمال تبدیل شدن به اقامت به شهروندیش وجود داره اقامت کاری هستش. چون توی اون پروسه 1 سال و نیم 2 ساله‌ای که بهتون گفتم شما بیشتر از 10 تا مصاحبه باتون انجام میشه. حالا همه مصاحبه ها صرفا داخل انجام نمیشه، مثلا یه سریاشون میان محل کارتون باهاتون صحبت میکنن و باید توی این مدت شما اولا ترکیتون خیلی خوب باشه، خیلی سلیس و روون صحبت کنید، باید بتونید ثابت کنید که یک منبع درآمد مطمئن و تایید شده دارید برای امرار معاش و در کل بتونید ثابت کنید که من برای این کشور مفید خواهم بود دیگه. برای اینه که میخوام. البته ناگفته نمونه که سخت‌ترین مدل گرفتن شهروندی هم همین مدل آخره که شما احتمالاً یه تیکه هایی از خودتون رو در این مسیر به جا میذارید تا به اون مرحله برسید. علاوه بر همه اینایی که الان گفتم یه مدل اقامت داریم که بهش میگیم اقامت دائم. اقامت دائم چیه؟ شما اگر بیشتر از 8 سال در خاک ترکیه با هر مدل از اقامت هایی که تا الان گفتم، هر مدل، دانشجویی، کاری، خانواده، توریستی، روی ملک، اصلا هر مدلی بوده باشید، میتونید برید اقدام بکنید برای گرفتن اقامت دائمی. خب اقامت دائمی شهروندی نیست، پاسپورت نمیگیرید، ولی اتفاقی که میفته اینه که شما دیگه هر سال و یا حالا 2 سال یه بار، 3 سال یه بار نیازی نیست پاشید مدارک جور کنید و برید اداره مهاجرت برای تمدید اقامتتون. دیگه اقامت دائمی دارید. عزیزانم مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو، پیشنهاداتتون رو زیر این پست توی کامنت ها ببینم با رعایت ادب و احترام و چیزی که در شأن و شخصیت خودتونه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.